روز 4 فوریه گروهی از فرزندان و خویشاوندان سید عبدالله نوری رهبر سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و اساسگذار حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی همراه با دیگر طرفداران اپوزیسیا در نزد سفارت تاجیکستان در شهر برلین پایتخت آلمان همایش اعتراضی برگزار کردند. آنها از مقامات تاجیکستان رهایی بلافاصله نصرت الله سیدوف برادرزاده سید عبدالله نوری را طلب کردند. نصرت الله سیدوف از روز 24 ژانویه در بازداشت قرار دارد. نزدیکانش میگویند تا حال درباره عیبنامه‌اش معلومات مشخصی در دست ندارند، بجز اینکه نصرت الله سیدوف گویا به دریافت مبلغ‌های پولی از خارج گمان بر می شود. گفته می شود که این پول‌هایی است که خویشاوندان در خارجه بوده توسط سیدوف به خویش و تبار در تاجیکستان بودهشان فرستادند، ولی بنا به خبرهای تصدیق نشده بر ضد نصرت الله سیدوف بر اساس ماده 307 قسم 2 با اتهام همکاری با سازمان افراطی پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون همچون جزا از 4 تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. نزدیکانش این اتهام را رد میکنند و میگویند پسر برادر خرده نوری هیچ ربطی به فعالیت‌های سیاسی نداشت و عضو یگان سازمان نیست و یک عمر در زادگاهش دهه نورآباد جماعت تاجیک‌آباد نایه وخش به دهقانی مشغول بود. تظاهرات در برلین نخستین همایش اعتراضی با اشتراک خویشاوندان سید عبدالله نوری است. در سالهای آخر ده‌ها نفر از خویشاوندان این رهبر سابق مخالفین تاجیک از جمله شماری از فرزندان و نبیره‌هایش به کشورهای اروپا پناهنده شدند، ولی آنها تا کنون از اشتراک آشکارا در فعالیت‌های حزب و حرکت‌های اپوزیسیای تاجیک در اروپا از جمله در فعالیت‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزبی که جد آنها تأسیس داده است، خودداری می‌کردند. نصرت الله سیدوف برادرزاده سید عبدالله نوری روز 31 ژانویه به سزا در شهر باختر انتقال داده شد. او تا حال در توقیفگاه قرار داشت. نصرت الله سیدوف نیمه دوم روز 24 ژانویه به ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان دعوت شده بعد بازپرسی بازداشت شد. مقامات این خبر را تا حال شرح ندادند، ولی از خانواده نوری به پایگاه خبری بامداد گفته بودند که نیمه دوم روز 24 ژانویه 5 نفر از خویش و تبار ما را از نایه وخش به ریاست کارهای داخلی ولایت دعوت کردند. دیگران را بعد بازپرسی جواب دادند، ولی نصرت الله را بازداشت کردند. کسی سبب بازداشت او را شرح نمیدهد. نصرت الله سیدوف پسر عطا سیدوف برادر خرده سید عبدالله نوری در دهه نورآباد جماعت تاجیک‌آباد نایه وخش به سر میبرد و یک خواجگی دهقانی به نام استقلال 2001 را میچرخاند. سید عبدالله نوری سالهای زیادی در سفخوز ترکمنستان نایه وخش زندگی کرده است و اکثر خویش و تبارش تا حال در همین جا به سر میبرند. نوری که سال 1997 همچون رهبر اتحاد نیروهای مخالفین سازشنامه صلح را با پرزیدنت امامعلی رحمان امضا کرد و تا سال 2001 رئیس کمیسیون آشتی ملی بود. سال 2006 در سن 59 از عالم چشم پوشید. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان سال 2015 رسما منع گردیده این حزب بر روی خط سازمان‌های افراطی و تروریستی شامل کرده شده است.